بینندگان عزیز السلام و امروز هم ما میخواهیم با شما روبرویم و این هم بستگی دارد به نامه ها مراجعات های پی در پی شما که ما ده ها صدها از طریق رسانه ها برنامه های رادیو آزادی دریافت میکنیم و یکی از نامه هایی که بیشتر ما رو وادار کرد که با شما روبرو آییم این است که حالا برایتون میخونم تا اینکه اشتباه نشود. اعلان رسانه های دولتی که به شفاخانه ها و مردم کمک و هدیه میکنند ریای آشکار در زمان مصیبت است، چون محافظت طبیبان و دستگیری مردم در چنین زمان مسئولیت و وظیفه دولت است. کمک های هم که میرسند معلوم نیست از کجا آمدند و چرا با این یا آن شخص یا نهاد ارتباط داده میشوند. پس حکومت چه کار میکنند؟ ما حالا میبینیم که خصوصا در این شب و روز برای آشکار و شفاف و هر لحظه هر دقیقه مردم را آگاه کردن از ففتیده های بیماری کرونا ویروس و از شفا یافته های کرونا ویروس، اما متاسفانه این چیز را مردم نمیبینند و وقتی که ما شاهد میشیم که رئیسای جمهوری دیگر کشورها، نخست وزیرها و حتی مسئولان ستاد مبارزه با کووید هر کشورها زود از طریق شبکه‌های دولتی خودشون به مردم این چیز آشکار صحبت میکنن. و هم این است که مسئله دیگری هم هست که بیشتر خیلی نگران کننده به نظر میرسد، این است که حتی اونهایی که در تاجیکستان از بیماری پنیمونی درگذشتن بر روی خط اونهایی که از بیماری کووید گذشتن همراه کرده نمیشوند و این چه معنا دارد؟ همکار من سراج‌الدین طالبوف در این موضوع بیشتر توجه کرده است و بارهای مسئله را در میان گذاشته است و از اون میپرسم که این عمل حکومت تایسان چه معنا دارد؟ فهمیدنش خیلی دشوار است. نمیفهمیم چرا این رفتار رو میکنند، چون این گونه رفتار رو ما در کشورهای همسایه ندیدیم. فقط در روسیه دیدیم و بلاروس دیدیم. گویا که پنیمونی دیگر چیز است و بیماری کووید کرونا ویروس دیگر است. گویا که تقسیم میکنند و کوشش میکنند که با پایین بردن رقم فوتیدگان کشور را به حیث یک نتیجه خوب نشان دهند و متاسفانه این کار را خیلی دیر آغاز کردند. تاجیکستان یکی از کشورهایی بود که پس از همه بودن کرونا ویروس اعلام کرد. این 30 اپریل بود. حالا که مثلا کشورهای همسایه قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان مرد بودن کرونا ویروس اعتراف کرد و تمام کشور را پوشیدن و قرنطینه را اعلام کردند. در تاجیکستان تا هنوز نیست. ما بعضی خیلی خشمگین میشن، بعضی نگران اظهار میکنن گویا که اگر، ولی بعضی ها میگن برخی از مقامات میگویند که اگر قرنطینه اعلام کنیم پس زندگی چطور پیش می رود؟ تاجیکستان کشور کم بضاعت است، مردم در فقیری زندگی میکنند و اگر کشور را تماما پوشیم دیگه گرسنگی سر میشه میگن. بعضی از متخصصان حتی این رو دستگیری میکنن. ولی امروز ببینیم وقتی که حتی به آمار رسمی نگاه میکنیم، امروز تاجیکستان یکی از کشورهایی که هست که در آسیا مرکزی جای اول را میگیرند. رقم فوتیدگان امروز از 40 نفر گذشت که این از قزاقستان نیست بیشتر است متاسفانه. تشکر. بینندگان عزیز، گذشته از این میخوام یک نکته را اشاره کنم که در ماه اپریل حتی رادیو آزادی چندین گزارش های پخش نمود که در مورد ففت شهروندان تاجیکستان که حتی مقامات تندرستی تایسان پنهان از نظر مردم آنها را حتی سلافن پیش به اصطلاح و حتی بدون جنازه به خاک سپارید، اما مسئله کووید 19 را اعتراف نکرد. اینکه تاجیکستان خیلی دیر این را اعتراف کرد یعنی کار از کار گذشته بود و ما امروز نتیجه اینقدر نگران کننده و اسفبار را میبینیم و همونطوری که همکارمون اشاره کردن امروز تاجیکستان در میان کشورهای آسیای میانه در جای اول قرار دارد. تشکر. ما منتظر نامه‌های شما هستیم.